با وجود افزایش تعداد مهاجران کاری تاجیک در روسیه، طی نیم ساله اول سال 2019 میزان انتقال پول به تاجیکستان کاهش یافته است. مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان 1 میلیارد و 111 میلیون دلار ارسال کردند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 38 میلیون دلار کمتر است. این در حالی است که در سال 2018 مهاجران کاری تاجیک از روسیه به تاجیکستان 2 میلیارد و 553 میلیون دلار ارسال کرده بودند که در مقایسه با سال 2017 حدود 17 میلیون دلار بیشتر بوده است. اما کاهش مقدار مبلغ ارسال نموده مهاجران کاری تاجیک از روسیه به کشور طی نیم سال جاری در حالی است که در این مدت تعداد افرادی که برای کار به روسیه سفر کرده اند در مقایسه با سال قبل افزوده است. بر اساس گزارش وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان طی 8 ماه سال جاری از کشور 411,000 نفر برای کار به روسیه رفتند که در مقایسه با همین دوره سال گذشته 26% افزوده است. اویدی همین یعنی که مهاجرت مهنتی نگفتنی هستم که یعنی که سبب اصلی یعنی که با تاجیکستان کم فرستادن مبلغ در این باشد که یعنی که زیاد شدن انداز یعنی که پاتنت، قیمت شدن جای زیست، کوچیدن اکثریت با تمام اهل و عائله اشان به روسیه، نبودن جای کار و خاطر در بنبست اقتصادی قرار گرفتن روسیه و غیره، همه این عامل ها که سبب شده می توانند که به تاجیکستان یک مبلغ کم فرستادن یعنی اصلی سببش همین است. یا سبب دیگرش همین میشه می تواند که تحریم هایی که علیه روسیه کشورهای ابرقدرت کردند همین شده می تواند. بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی روسیه در حال حاضر در این کشور 1,200,000 نفر از شهروندان تاجیکستان همچون مهاجر کاری رسما کار و فعالیت می کنند.